وقتی خدا بخواد زنی رو عزیز کنه، اول اطرافش رو تغییر نمیده، بلکه از دلش شروع به تغییر میکنه. ابن عربی عارف بزرگ میگه هیچ نعمتی ناگهانی نمیرسه. اول آیش در جان انسان میشینه. یعنی قبل از اینکه چیزی در دنیای بیرون تغییر کنه، خدا آروم آروم نشونه های از یک تقدیر بزرگ رو در قلبت قرار میده. در این ویدئو با 6 نشانه عرفانی و نادر آشنا میشی که اگه فقط یکی از اونها رو تجربه کردی، بدون که خدا تو رو انتخاب کرده برای یک نعمت و یک عزیز شدن واقعی. و بدون نشونه ششم، نایابترین و گرانبهاترین علامتی که فقط در زنهای آشکار میشه که خودشون قرار کانال رحمت خداوند باشن، نه فقط دریافت کننده نعمت. پس اگه دلت اتفاق بزرگ رو زمزمه میکنه، این ویدئو رو تا انتها ببین. شاید این همون نشونه‌ای باشه که منتظرش بودی. نشونه اول، آرامش بی‌دلیل. وقتی خدا در دل تو خونه میسازه. یه روز بیدار میشی و بدون اینکه چیزی عوض شده باشه، یه آرامش عمیق و بی‌دلیل درونت احساس میکنی. نه مشکلات حل شدن، نه آینده روشن‌تر شده، اما قلب تو سبک شده. این همون چیزیه که ابن عربی ازش به عنوان آرامش قبل از ورود معجزه به زندگی یاد میکنه. خدا وقتی بخواد زنی رو عزیز کنه، اول دلش رو از هر بی‌مبالاتی تمیز میکنه. چون دل جایگاه نعمت نیست، جایگاه حضور خداست. و اگه قرار نعمت بیاد، باید اول یاد خدا در تو تقویت بشه. نشونه دوم، دل کندن‌های بدون دعوا و جنجال. وقتی راه برای اتفاق بزرگ باز میشه، قبل از اینکه چیزی به تو اضافه بشه و به زندگیت وارد بشه، باید خیلی چیزا از زندگیت حذف بشن. آدم‌هایی که دیگه در ارتعاش تو نیستن، مسیرهایی که به بنبست رسیدن، علاقه‌هایی که دیگه نمی‌درخشن. ابن عربی میگه هیچ نعمتی وارد دل پر نمیشه قبل از اینکه خدا بخواد معجزه و نعمتی رو به تو عطا کنه، باید دل تو پاکسازی بشه. این دل کندن رو باخت ندون. اون یعنی خدا داره برات جا باز میکنه برای نعمت‌های بیشتر. نشونه سوم، دعاهایی که از جونت میجوشند، نه از زبانت. یه نیروی درونی تو رو میکشونه به سمت دعا، خلوت و حرف زدن با خدا. بدون اینکه مشکل خاصی باشه، دلت میخواد با خدا تنها باشی. ابن عربی میگه خدا وقتی میخواد دعایی رو اجابت کنه، اول دل بنده رو به سمت دعا هدایت میکنه. این تمایل به گفتگو با خدا خودش یعنی خدا به تو نزدیک شده و وقتی خدا نزدیکت بشه، عزت هم نزدیکه. نشونه چهارم، به سمت تو آدم‌هایی فرستاده میشن که راهنماهای پنهان در مسیر زندگیتن. همه چیز از یک آدم شروع میشه. یه مشاور، یه همکار، یه دوست یا حتی یک غریبه که فقط با یک جمله قفل ذهن یا مسیرت رو باز میکنه. ابن عربی میگه انسان‌ها حامل تقدیر همدیگن. خدا وقتی بخواد عزت رو به زنی برسونه، کسانی رو سر راهش میفرسته که به جای موندن آدمو بالا ببرن. نشونه پنجم، باز شدن مسیر بدون جنگه. شاید روزی هزاران بار تلاش کردی اما هیچ چیزی در زندگیت اتفاق نیفتاد. اما ناگهان مسیر خودش برات باز میشه، بدون فشار، بدون جنگ و بدون دستکاری. ابن عربی به این لحظه میگه فتح بدون کلید. وقتی خدا بخواد چیزی رو برسونه، خودش در رو باز میکنه و این فتح همیشه بی سر و صداست، اما بی نهایت عمیقه. و اما نشونه ششم، عشق به خدا به خاطر خودش، نه فقط برای گرفتن خواستهات. و این کمیابترین و با ارزشترین نشونه است. وقتی دعا میکنی، اما نه فقط برای اینکه چیزی بگیری، بلکه دعا میکنی چون دلت میخواد خدا نزدیکت باشه. وقتی بین خواستت و حکمت خدا آروم بگی خدایا همون رو بده که تو میخوای،
حتی اگه الان نفهمم چرا، اون لحظه است که تو در پیشگاه خدا عزیز شدی. ابن عربی این رو میگه: وقتی بنده از خدا فقط خودش رو بخواد، نعمتها خودشون دنبالش میان و در این مرحله زن دیگه فقط دریافت کننده نعمت نیست، بلکه خودش شده تجلی نعمت. بودنش نور میاره، حرفهاش آرامش میدن و قدمهاش زمین رو بارور میکنن. این همون لحظه ایه که تو از قانون جذب عبور میکنی و وارد قانون اتصال الهی میشی. و حالا اگه یکی از این 6 نشونه در دل تو روشن شده، حتی فقط یکی، بدون که خدا داره قدم به قدم تو رو برای چیزی آماده میکنه که فراتر از خواسته هاته. ولی یه سوال مهم ازت دارم: تو واقعا حاضری عزیز بشی؟ چون عزیز شدن فقط گرفتن نعمت نیست. عزیز شدن یعنی تبدیل شدن، یعنی یه جایی وسط زندگیت نه تنها چیزی به دست بیاری، بلکه خودت تبدیل بشی به چیزی که دیگران با نگاه تو خدا رو یادشون بیارن. سکوت نکن. این ویدیو رو فقط نگاه نکن، باهاش حرف بزن و برامون در کامنت ها بنویس که کدوم نشونه رو تا الان تجربهش کردی و از همه مهمتر، الان کجای این مسیر شگفت‌انگیز قرار داری؟ اگه هنوز تو زندگیت به نشونه 6 که مهمترین نشونه بود نرسیدی، اشکالی نداره. مطمئن باش که همین که در مسیر قرار بگیری، خدا خودش یکی یکی درها رو برات باز میکنه تا به خودش برسی. این ویدیو رو حتما سیو کن، چون شاید فقط چند قدم دیگه مونده تا خودت رو در اون پیدا کنی. و اگه احساس کردی این پیام میتونه به افراد بیشتری کمک کنه، ممنون میشم که اون رو با دوستان و عزیزانت به اشتراک بذاری. و در پایان، اگر هنوز عضو کانال ما نشدی، با زدن علامت سابسکرایب و زنگوله کنارش اولین نفری باش که از انتشار ویدیوهای ما مطلع میشه. زندگیت پر از نور آگاهی.